سلام، یه مینی فرز توسن داریم، بریم که سرویس کنیم، دستگاه رو شستشو بکنیم. گریسش باید تخلیه بشه، شسته بشه، گریسش رو عوض کنیم و آرونچش خوبه، سالم، لقی هم نداره دیگه. یه خورده دستش رو تمیز کنیم و مهراش رو بشوریم، زغالش رو عوض کنیم دیگه، تهشه. فقط نگاه کنید چقدر گچ و خاک در اومد از توی همین یه ذره مینی فرز. خب این بولبورینگ کاسه گیربکس هم خراب شده بود، هم صفر شده بود، هم لقی داشت، باید عوض بشه. حتما سرویس های دوره‌ای رو جدیش بگیرید. هزینه‌ای براتون نداره، ولی در آینده اون خرابی‌هایی که میخواد بیفته تو دستگاهتون اونا دیگه به وجود نمیاد. یه دونه بولبورینگ عوض کردن میتونی از سوختن یا آرمیچر جلوگیری کنی. سرویس رو همیشه جدی بگیرید. این بولبورینگ هم احتیاج به عوض کردن نداره، فقط خیلی خوش شده که اینم باید روانکاری بشه. خب این دستگاه هم تمیز شد، بریم که سرهمش کنیم. اینم کاسه گیربکسش کامل شسته شد. خب بیا تست بگیریم دستگاه، ببینیم کارکردش چجوریه.